دادستانی کل تاجیکستان نسبت سید حامد محمودوف رهبر شرکت هفت برج و یکی از پیوندان محمد سعید عبیداللهف رئیس مجلس ملی و سابق شهردار دوشنبه پرونده جنایی باز کرده است. رفتن محمد سعید عبیداللهف از مقام شهرداری و کم شدن نفوذش در سیاست حدود 270 نفر جبردیده شرکت هفت برج را امیدوار کرده است که شاید باز شدن پرونده راه برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان باشد. یک همصحبت رادیو آزادی در نهادهای دادستانی کل روز 3 نوامبر با تصدیق این خبر گفت در پرونده محمودوف طبق ماده 247 قسم 4 بند ب کدکس جنایتی تاجیکستان قلابی در حجم مخصوصا کلان عیبدار می شود. پرونده سید حامد محمودوف بر پایه شکایتی بیش از 270 سهمیه‌دار شرکت هفت برج باز شده است که همگی طلب دارند پولهای سرمایه‌گذاری کرده آنها بازپس داده شود. پس از شکایت جبردیدگان این شرکت دادگاه سینای پایتخت 6 نفر مسئولان شرکت هفت برج را از 8 تا به 11 سال محکوم کرد. اما از این 6 نفر حکم 3 نفر در غیبشان صادر کرده شد و عین زمان این نفران به خارج کشور فرار کردند. فعالیت شرکت هفت برج با شیوه تجارت شبکه‌ای به راه مانده شده، شهروندان بعد امضای شرطنامه و پرداخت یک مبلغ معین وارد شرکت می‌شدند. آنها شهروندان دیگر را نیز به این شرکت جلب می‌کردند و از مبلغ وارد شده ظاهراً درآمد معینی به دست می‌آوردند. به این خاطر هر مشتری این شرکت منفعت‌دار بود که دیگران را نیز به این حلقه جلب کند. از دعوای جبردیدگان شرکت هفت برج اینک 2 سال سپری می شود. اما سرمایه‌گذاران این پیرامید مالی از سرمایه خود دست نکشیدند و برخی از آنها تحقیقات خود را به راه ماندند. مظفر نظرف یکی از سهامان شرکت هفت برج در صحبت با رادیو آزادی گفت که او 4 سال قبل یک خانه یک حجره‌گیش را در پایتخت به فروش گذاشت و $20,000 را به این شرکت سرمایه گذاری کرد. نظرف میگوید او دیگر نتوانست پولهایش را بازپس بگیرد و تا حال سرگردان است. او گفت سبب که این در وجود جنرال دیرکتور معاش میگیری $2 خط معاش کلان میگیری در حجت هایی که مبلغ با 3 شرمیره امضای این است خیلی این جوابگر نیست. این جوابگر کلان همین باید جواب باشد. این همصحبت ما میگوید هرچند سید حامد محمودوف در مرافعه دادگاهی شرکت داشت اما تا به حال از جوابگری ایمن مانده است. بنابر حسابات تفتیشات شرکت هفت برج $1,090,000 مبلغ 270 نفر را گرفته است. از روی حجت‌های محاسبی این شرکت اکثریت این مبلغ‌ها به جزیره‌های سیشل، یک جزیره کشور در اقیانوس هند انتقال یافتند. در جزیره‌های سیشل از سال 1995 یک منطقه آفشوری عمل می‌کند که مالکان شرکت‌ها و صاحبان صورت حساب‌های بانکی در آن از پرداخت انداز آزاد هستند. بانک‌های این کشور هنگام انتقال پول سرچشمه مبلغ را نمی‌پرسند و از این رو سرمایه‌دارانی که با راه غیر قانونی مبلغ به دست آوردند پول‌های خود را به جزیره‌های سیشل می‌فرستانند. ابراهیم اسرافیلوف یکی از جبردیده دیگری هفت برج میگوید که 4 سال باز نمیتواند بیش از $6,000 خود را از این شرکت بازپس بگیرد. اسرافیلوف میگوید یک پایش تعجیلاً به جراحی نیاز دارد اما از سبب نبود پول نمیتواند پایش را جراحی کند. او گفت متهم وای کرده خسالی رو داده پراتی خالباکی بیشتر دلم خسالی وایم خسال گفته سرکشی کرده از زمان وای از تورسیش نوسیش نمی بیاد پراکراتور هم چند بار ما رفتیم گفتیم که همکنه بوده وای جنرال دیرکتور باید جواب کرد. ضمناً 2 سال قبل در یک نشست خبری خود سید حامد محمودوف پیوند خویشاوندی داشتن با محمد سعید عبیداللهف را تصدیق کرده گفته بود هر نفری که از روی قانون عمل کند به پشتیبان نیاز ندارد. او تا روزهای نزدیک نمیدونست که من در کنی کار میکنم. تو همین روزهای نزدیک او نمیدونست که من دیدی نمادگی کنید و در مورد تونل اگر بگم که فهمیشی هم ندارم خطا نمیکنم. پس از اونی که ما با اونها در این مسئله سر باشیم من کم پیش با اون کسان اطلاع ندارم. اطلاعات اکثر یکون کسی اگر خیلی پشتیبانی نمیکنن تونل به پشتیبانی هم نیاز ندارن. تونل به پشتیبانی نیاز ندارن برادر عزیز. تونل اگر درست کار میکنید درست فعالیت میکنید پشتیبان در کار نیست. روزا میسپاریم که هم خیلی برامون مقرر شده میسپاریم. غیر من زیاده است تا 100 نفره که ما میسپاریم که ما میشناسیم. شما با شکل شهادتنامه فعالیت دارید؟ شهادتنامه درباره فعالیت چی؟ 2008 سال من در شورای عدلیه فعالیت میکردم و شما ممکن کسی نشون دونه کسی میده من کام
صورت در فعالیت کردم و من همین پیشنهاد رو کردم که همین شرکت هست در فعالیت کردن کار از بس که من با مربی سر کار داشتم من جواب رد دادم نه این خیلی من این کار نمیکنم چون که این مربی نیست است و با من گفتن که بیا یک بار رفتر بینیم معقول شد معقول میشن معقول نشد اختیار بختون یک سیر سوال میکنیم من رفتم با دوبای رفتم مالایزیا رفتم با بانکوک با فعالیت این شرکت شروع شدم تکرار شد من میگم که من خودم کارگری تفتیشات هستم شغل کارگر تفتیشات و تفتیشات خوب میفهمم و خوب میدونم که خلابی چیست و این بیزنس چیست وقتی که من همین دیدم با اونها روزی شدم اومدم کار قبول کردم. ضمناً سهامان هفت برج میگویند آنها جانبدار محبس شدن مسئولان نیستند، تنها میخواهند پسندازهای با صد زحمت سالها جمع آوردهشان را بازپس بگیرند، ولی میگویند تا زمانی که پولهایشان را بازپس نگیرند از دعوا دست نمیکشند. دادگاه نیز هنگام مرافعه به عیبدار شونده ها گفته است در صورت بازگرداندن مبلغ ها به صاحبانشان مجرمان از جوابگری آزاد خواهند شد، اما هیچ نفر آنها به این شرط راضی نشد میگوید نظرف، چون که امید دارند که با گذشت وقت ما از دعوایمان میگذریم و آنها ما را صحیح میکنند. هر ماه 2000 سامان ما دارو میگیرم ای ماه دکبر ای جا ما یوم کلمتیان ای دودن ای نروی ما کسلی شدم همه ما 16 17 شب روز دویدیم همه ما کسلیم.